دلیم دک دک میکنه یار میآید کسی سودا سنی بازار میآید. شیم داری خواه عطر خواه عطر فکر کده؟ قطعه چی اینجا شد در چی کن؟ چهارمغز و خسته و به نام خدای مهربان. سلام هموطنای خوبیم، امیدوارم که خوب باشین، سر حال باشین، در هر جای از دنیا که هستین در کنار فامیل عزیزتان و عزیزانتان شاد و خندان باشید. خیلی خوش آمدین به یک ولاگ جدید از چنل یوتیوب ازمو. بعد از این میگیم چنل یوتیوب ازما چون که اسمت جانم قراره که همراه ما همکاری کنه و از این لحاظ خیلی خوشحالیم. دیگه دوستای عزیز، در دیستی از ما از گل لالک میبینین. گل شوق زیاد نیه، ریزه اولی خوشگله، دیگه گل لالک رنگش هم قشنگه، دیگه یک سری از وسایل دیگر رو میبینین در دیست ما. دیگه ما و اسمت قراره که بریم خانه آبی مزیا. دیگه امقامی که ما در اینستاگرام ما استوری شده بودم، آتیم برای 3 هفته خارج از شهر رفته بود، در یک شهر دیگه. هم موشه که گفت دکتر رفته بود، هم ای که چکر هر دویش بود واقعا. دیگه امروز ماریم در مندشنیش بعد 3 هفته آمده. دیگه همراه ما باشین، ویدیو ما رو ببینیم، بریم ببینیم که چطور است آتیم و اینکه خیلی خانه خالی شده بود، خیلی دلتنگ شده بودیم. دیگه امروز بریم ببینیم دیگه دوستان. خب دوستای عزیز، در شهر ویانا یا وین یا به قول خیلی از دوستا وین، در این وقتا هوا کستک سرده و اینکه هنوز برف نباریده متاسفانه. امسال تا حالا اصلا برف نداشتیم، از این لحاظ خیلی ناراحت هستم چون نمیفهم وقتی که زمستان برف نباشه تابستان چه رقمیه، حتما خیلی گرم خواهد شد. دیگه ماه رمضان که گرچه در بهار است، در اون زمان خو سویس و هوا سرده خنوکه، اما از اینکه تابستانش چه رقمی خواهد بود خیلی یک رقم در دلم استرس وجود داره. تا میال یک دفعه فقط یک چند دانه برف در شهر ما آمد و هم خیلی کم بود، اصلا دیدن نمیشد. تا حالا دیگه اصلا برف نمده. با سالهای قبل که بود نسبتا برف داشتیم، گرچه که زیاد هم نبوده میشه، اما خب برف داشتیم. میشد گفت که خیلی از منطقه‌اش برف میزد. نه امسال دیگه فقط یک دفعه برف زده، کم هم که منطقه ده یک کمک بیشترتر از دیگه منطقه ها بود. دیگه تا حالا اصلا برف نمده دیگه. و اینکه دوستا در مناطقی که شما زندگی مونین چه رقمیه، آیا برف دارین یا خیر؟ اگر دارید از برف خیلی لذت ببرین، برف بازی کنید، لخشک بزنید دیگه. نمیفهم چی ما که برف نداریم متاسفانه. اسمت در اینسبروک برف زده؟ اینجا احتمالا همه کوی خیلی بلند است، برفش از این سال دیگه سال ممنوع یک اینجا درست مونه، به خاطر که از کشورهای دیگه توریست میاد برای اسکی سواری. آره اون شهر ریسکیه نه اینسبروک؟ آره تورول خیلی چیز است این سالزبورگ. باز خیلی از بینندای ما کسن از شهر میفهمی، حتی از برگنلند ما بیننده داریم از خود سالزبورگ. خیلی زیاد از دوستا هستن که ویدیوی ما را فامیلی میبینن و دیگه از شهر اینسبروک هم دوستایی داریم که ویدیوهای ما رو میبینن. دوستا گرچه که امی بازدید ویدیوهای ما زیاد نیست، اما رقمی که دوستا برای ما مسیج میمونن از اینستاگرام، بینندای ما بیشتریاش فامیلی هستن و واقعا همیشه عکس از تلویزیون خود روان مونن، ویدیوهای ما رو میبینن. دیگه امیدوارم که تعداد بیننده های ما هر روز زیادتر شوه تا ای که ما هم بتونیم برای شما ویدیوهای خوبتر تقدیم کنیم. عرض سلام و ارادت خدمت یک شما عزیزانی که ما را از چینل ماهبانو جان بیننده هستین. دیگه
ما رو که میبینیم در هوای آزاد ابری است، منتها امروز هوا خیلی عالیه. ابری است اما سرد نیست، هوا گرم است. گرم است. زمستان خلاصه گرچند به نظر خود مثل زمستان که است با مو برف و سردیش خوشگله، ولی متاسفانه در شهری که ما زندگی مونیم سرد است اما برفی چیزی نمیبینیم. تا حالا برف نداریم. کسایی که در شهرشان در کشورهایی که زندگی می‌کنن برف هستن، از این برف بودن لذت ببرید. در سوئیس برف نه زیاد. سوئیس، نروژ، فنلند، کشورها که هستن برف به حد اندازه زیاد. البته ما هم داشتیم سالهای قبل در وین خیلی برف داشتیم، یعنی قشنگ آدم مسود برف بازی کنه، ویدیو بگیره اینا، نه؟ آره، ولی امسال متاسفانه هنوز برف نبارده. شاید هنوز زود باشه، شاید هم نباره. بارندگی هست، همیشه بارندگی هست. امروز هم بارندگی بود. بله دوستان. برف هنوز نبارده. شاید ماه دیگه برف بباره، شاید هم نباره. خدا کنه بباره. خدا کنه بباره. ما دوست داریم چون زمستان همون سردی زمستان. بله دقیقاً. زمستان با سردی و برفش زیباست. دوستان ما رو بیننده باشیم. گرچند ما در یوتیوب زیاد فعالیت نداریم، پیش دوربین ما یکم زیر تاثیر موریم به خاطر که Das stimmt nicht. با دوربین چیزا آشنایت نداریم. نه دوستا، شوخی مونه. کوشش مونیم که شوخی مونه دوستا. اسمت جان کسی یک از هنرمندای شهر وین است. واقعا فعالیت های فرهنگیش خیلی خوبه. در برنامه فرهنگی هنرمند مردمی برای مردم همیشه خوانده، از درد دل مردم و اینکه واقعا و دوستای دیگه هم دوست دارم که ما سالا ادعای هنرمندی رو نداشتم و هنرجو هنردوست هستم دیگه. از هنر تا هنرمند شدن خیلی پله‌ها و کوچه پس کوچه ها رو باید قدم طی کرد، ولی ما هنوز قدم در همون کوچه یا پله اولی گذاشتیم. نه از اولی خیلی رد شده بالا. کوشش خیلی زیاد داریم که بخش فرهنگی یا دو نوتی که روی دنبوره بلد هستیم برای دوستا قشنگتر و خوبترش کنیم. بله دوستای عزیز، البته ناگفته نماند ملودی هایی که با دنبوره هست در ویدیوهای ما میبینید از اسمت جان است. همون خمی نورمال ضبط کردیم. اگر در استودیو ضبط کنیم یا این که قراره برای یوتیوب ما ملودی های قشنگی بنوازه، حتما باز برای ویدیوهای خود استفاده مونم. تا حالا که همون خمی نورمال ضبط کردیم. و این که دوستا اگر درخواست آهنگ هزارگی داشتین، آهنگ یا آهنگای دیگه فرق نمونه، میتونین زیر ویدیوهای ما بنویسین. ما یک برنامه خود را مخصوص به نظر به همون کامنت هایی که مربوط به موسیقی و آهنگ باشد و همچنان دنبوره برایتان ضبط کنیم. البته در صورت اسمت جان انجام میده که کامنت ها زیاد باشد، یعنی خیلی زیاد تشویق شویم ما که یک روز مخصوصا یک دو تا از هنرمندای دیگر هم دعوت کنیم، یک برنامه مخصوص موسیقی بگیریم برایتان. خب دوستان ما هم کم مانده که برسیم، نه اسمت جان؟ آره، یعنی هم دیگه دوستا از آب و هوای شهر ما، از زمستانش دیگه، زمستان بی برفش. چه حدس میابیم چه پخته کده؟ خب معمولا ما که همیشه خانه خاله از نامدیم غذاهای خیلی خوشمزه پختم، نه چون دست پخت خاله واقعا بی‌نظیر است، خیلی زحمت هم چون مادرم مسئولیت زیاد داره، اولادایش اینا هست، درس میخوانه با سن سال بازم آفرینش دیگه. من مطمئنم که به خاطر که مسافر از رامده گندم حتما بریو، واقعا چون همیشه گندم بریو. خب دوستان عزیز دیگه ما هم رسیدیم، در اموریم بالا. قلبم خیلی دوگ دوگ مونه. دلیم دوگ دوگ مکنه یار میآید، پسی سودا سونی بازار میآید. خب عزیزای دل، اینی توت فرنگی ها رو ما آوردیم و جای شیرینی از سفر گرفتیم. خب دوستا ببینیم همون چیزی را که اسمت حد زده بود اینجا داریم یا نداریم؟ داریم؟
بله دوستای عزیز، همونطور که در تصویر میبینین دو طرف ما گندم بریو دیگه نالاتی و اینجا نان تیکی وطنی. آره. تنقلات که اونجا جدای میگه خشک دیگه جایشون خالی دیگه. ما مخرم شما سیل گندم بریو این در اروپا او هم با توت چهارمغز و خسته. ماین گاد. دوستا از مزه از یه هر شقه که برایتون بگویم بازم کمه، یعنی واقعا خیلی خوشمزه جور کتابیم بریو کده خیلی خوشمزه. و اینکه خیلی دادانیم شده چهارمغز و توت سفید، توت بدانه و پستان خسته. خواهده چطور بود دیگه سفر؟ چکرا؟ والا خوش گذشت. خوب بود؟ مسافر رفت. چند روز رفتی؟ 3 هفته طولانی نبود؟ 3 هفته دیگه 3 هفته شد. دیگه نشده بلده شهر خودم؟ نه دیگه نشده. اونجا در نظر زیاد خوشتی روش دیگه. اون وقت تیرمین بود دیگه. وقت چطور بوده؟ کل روز مصروف. ساعت به ساعت 1 ساعت. ساعت و روز تیرمین. اون روز با چه ما رفتیم؟ آره روز ما رفتیم. ما که روز نرفتیم ولی برای دیگه چیز زاده ولی یک هدیه، البته هدیه ما گرفتم خیلی ناقابله. برای هدیه گرفتم، هدیه خواست کن دوستای من میبینن، البته علی در ویدیو میگیره. میخوایم باید دوستای من سلام بگی کن و دوستا میبینن علی ویدیو میگیره. خب دوستا سلام. امیدوارم که خوب باشین، خوب و سلامت باشین، سر حال باشین و گیشینگی که دختر موجبین فرستاده بریم آورده ببینیم که چی هست. باز کنیم. قابل تو نداره دیگه، یک چیز خیلی ناقابله ولی ببینیم که چی هست. آره دیگه دوستان هدیه خیلی ناقابل قابل تو نداره. آتیم یک گوشی نبودشت، خیلی خوبش بود نبود و متاسفانه در بین بس جایش موندد گم شد دیگه پیدا نشد. یعنی امیدوارم که خوش باید. آره میخوام چی کن؟ گوشی بوده دیگه. خب اون عطر خوب. عطر؟ فکر کده؟ قطعه چی اینجا شده چی کن؟ سیمکارد هم قنجرش دیده؟ تو سیمکارد داره دیگه نه؟ ده گوشی تیال سیمکارد هستن. ده گوشی دیگه. امی؟ نه؟ 55 55 55 میلادی. چی هست؟ سامسونگ؟ سامسونگ باشه شاید. سامسونگ است. سامسونگ نه؟ سامسونگ؟ این آتیجا آره اون چیزی نواز که می نایشه این چیشه آها خب اینش سعی خوش تشکر زنده باشیم. رنگش هم خوب شد. مدلش رسمت بشه رنگش ما باشه. یعنی دکمش بکنم مال چیه؟ مال چراغ چیه؟ برای چراغ؟ چارجر قچی نداشت نه؟ خیلی روشن. به چارجر نداشت نه؟ چارجر دارد. من سیم خالی دارم چیشی ندارم. مفهومی چی اصلا چی پس جالب باته. حتی پوش اینایش رو امروی چشته و کلی تکمیل است. یعنی واو رقمی گوشی من تا حالا نگرفته بودم. اول این گوشی که در ما در اروپا تکمیل گرفتیم آره. ما چه شد؟ نه لازم نیست. حتی شیشه شد سرویش نه حتی تایم شیشه که مالی 10 رو 20 رو میگیریم ولی در رویش که میدانش نه. این کدومزی؟ اینی هم کچه است تو. این کس سیمش یا؟ آره. اون سیم کار چه؟ خواستیم باز میتونیم بعدن راجستر کنم کدا سوز.
ولی واقعا گوشش خیلی چیزاته قبولتون ندارم خوشش تبریک باش بخواه ولی خوب شیا اینی اونو چی یاته دریش که میزنی شوتش خوب پشت هم خوبش بود رنگش پشت اینا پشت خوب چیزه پشت سخت کن شنگه خوش خوب همه چیشه تبریک باشه یک دوستم میگوز کنی ایره فعال کردیم نه خیلی قشنگ شده خیلی اینی کاغذ رو باز بعدن بازی کنی 2 سال گارانتی داره ماش بالا کدوم در از اتاق باید نداره کن 2 سال این مثلا خراب نشه نمیتونی بود نو بید یا جور نمیتونی خویش بعد سیم کار چی در باید خوش ما داده؟ سیم کار دیگه هم شارژرش همه چیش تکمیله دیگه نرمال اگر آدم موبایل از دیگه جا میخواه یعنی سیدی زرد شده باید جدا بخواه 15 رو دیگه یعنی شد شکسته مالی شیشه شد نخواست خوش کرده خلاص از خود زیر نخواست شده مانده خوش چیله مانده بود آره خوشه خوش ما داده؟ رنگ شنی رنگ رو مون گفتیم و نداشتیم رنگ خلاش کرده همین رنگ سیاه خوشه خانم جعفری گفت که گندم بیریو خیلی خوش داره و دیگه که چکی و ایتو بسراخ اینا جایش خالی کاشکم بود اگه نیزی چکی و ایتو چقدر خوشمزه معلوم میشه چیزایی که آدم در وطن خورده خیلی دوست داره دوستانم فهم شما میخاطره دارین یا نه ولی اینا خیلی با ارزشه برای از ما یعنی آدم در صد جایی که بره که خیلی چیزای لاکچری و این چیزا باشد به این چیزایی که باش خاطرات کودکی داره نمیتونیم مقایسه کنیم اینا برای ما همیشه خوب بوده و خوب میمانه به چای دم شده Thank you very much. دوستا بانجام چای شو کنم مازی تیکش تاسن در مزن بلدش آره آتای جان با این دیگه به به دوستا ببین چه رنگی اسمت دوستا رو دلشر چه مونی نکن از ما بگیر ما برای دوستان مخرمه به به خانم اینقدر زحمت کشته داشت در نکنم اینقدر خوشمزه اینقدر در ناف جاوری بر نمیخوام چکی پیدا نمیم
دوستان بیننده بیاین همراه از مون نان بخورین دیگه. خیلی خوشمزه معلوم میشه، دست آبیم درد نکنه، جایشون خالی دیگه. ما هم اینجا نان بخوریم دوستا. دوستا اینی گل رو ببینید چقدر رشد خوبی داشته. ای از روز مادر است که شریفه خانم برادرم همراه برادرم برای مادر جان مارددک. خیلی ریزه تر بوده، اما امروز که دیدم واقعا خیلی رشد خوبی داشته. چقدر قشنگه گلش خدایی.